این قطعه‌ای که داخل دری بغل یا زیر با قرار گرفته بهش میگن ترانزیستور یا سیدیو یونیت. حالا کاربرد این قطعه چیه؟ قبل از هر چیزی ممنون میشم این پست رو لایک کنید که با انرژی بیشتری بتونیم تولید محتوا کنیم. همینجور که میدونید برق اصلی موتورسیکلت هوندا از طریق بوبین جرقه تولید میشه. وقتی که این بوبین برق رو تولید کرد از طریق سیم مشکی خط قرمز به سمت ترانزیستور یا سیدیوی میفرسته. حالا سیدیوی چی کار میکنه؟ این برق رو توی خازنهای خودش ذخیره میکنه و با دستور پیکاپ این برق رو آزاد میکنه و به سمت کویل میفرسته. پیکاپ این دستور رو کی به ترانزیستور میده؟ وقتی که اون زائده‌ای که روی سنگ برق قرار گرفته از زیر پیکاپ رد بشه، یک سری فرکانس ها رو به سمت ترانزیستور میفرسته و ترانزیستور متوجه این موضوع میشه و اون برقی رو که قبلا بوبین جرقه